نقلیات‌ها و خریداران بسیار ماشین بازار خوجند را گرم نکرده است. تاجر و ماشینگیر ساعتها سودا میکنند ولی در تعیین نرخ به موافقه نمیرسند. حالدانها میگویند این وضع بعد سر و صدای قرار نو درباره منع ماشین‌های کهنه چنین شده است. 25 28 30 هزار بود. اوزی من تا 50 هزار 60 هزار میگم ماشین سولید کنه 2000 پایان میشه. خریدن خیلی مشکلی سرم این نرخ نوای حاضر با کورس مهاجریم خیلی من خودم راننده تاکسی هم اصلاش همه ولایت صوب تاکسی میزنم. طوری نمیبیاد یا تاجیکستان حالا هیچ نوعی از ماشین‌ها را استحصال نمی‌کند و اساساً ماشین‌های سبکرو و بارکشان دست دوم به مثل اوپل، مرسدس، لابو، پورتر، لادا و گازل از کشورهای اتحادیه اروپا، چین، کره، روسیه و آمریکا وارد کرده می‌شود. حکومت تاجیکستان 2 ماه قبل روز 2 آگوست قرار منع ورود ماشین‌های سال براریششان 2013 را صادر کرد که از 2 اکتبر تطبیق می‌شود. در شرح قبول این سند حکومت گفته شده است که هدف از این اقدام بهتر گردیدن صفت خدمترسانی، پیشگیری صدمه‌های نقلیاتی، حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب‌ها به هوا است. این قرار به گفته خریداران به طور سنئی نرخ ماشین‌ها را بالا برده است. منم یک نیت کردم ماشین کم مصرف من این مارکی متیس خریدار شده آمدم بسیار بلند نرخش. این ماشین ها یک چند سال پیش از این نرخشان 12 هزار بودن. حاضر همه ها 40 هزار 50 هزار پرسید ایستادن. 4-5 مراتب بلند. تاجران اکثرا در این بابت در نزد دوربین گپ نمیزنند، ولی در صحبت‌های حضوری گفتند که بلند یا پست شدن نرخ این تقاضای بازار است و سبب‌های مختلف داشته می‌تواند. عبدالخالق شریفوف هرچند تاجر نیست ولی آوازه بلند رفتن نرخ ماشین او را وادار کرده است که نقلیات ساخت شورویش را به بازار آورد. همین سالش از این کهنه‌های براریشه بسیار طلباتش مل شدگی افتاسیان. چونکه این ماشین‌های زبچستش ارزان این هویه همین ها حاضر انچه طلباتش تیز برفت سازه همین ماشین‌ها. براریشش همین کهنه گفتاسیان حاضر همینه. منم همین بگفتم خریدارش بسیار گفته منم برای آدم همین رسمین بازار برم. هم فروشندگان و هم خریداران سستی بازار را به کاهش قرب روبل روسی در بازار پول پیوند می‌دانند، اما اکثر ساکنان نواحی دوردست کشور میگویند قبول قرار نو به نرخ ماشین‌های کهنه بی تاثیر نمیماند و نه همه امکان خریدن ماشین‌های نو را دارند. میگن که یک از ماشین قیمت شدگی راستماش که قیمت شدگی همین حساب همین گام میزننده از راستماش که قیمت شد راستماش که بالا رفت همه خیلی میگن همین راستماش که نگاه کردن گفتن داره انا که خیلی بگیریم خیر راستماش که بالا رفتگی نه که با کورسای پولم نگاه کنید دیگه مثلا هم بسیاری به فکرم خریدارا مهاجر هستن خیلی دیخونه هم هستن مهاجرا بسیار هستن تو مهاجرت میبینن پول روسی پست تاجیکستان دسترس کردن میشود. به اطلاع راهبر خدمات گمرک سالهای اخیر ده‌ها هزار ماشین‌های دست دوم از کشورهای اروپایی به تاجیکستان آورده شده است که بیشترشان خطرزا میباشند. بنا به خبر اداره گمرک در 6 ماه سال جاری به تاجیکستان بیش از 36800 ماشین سبکرو وارد شده است. در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین‌های تولیدشان تا سال 2013 آورده شدند. آغاز سال 2018 نیز حکومت تاجیکستان ورود ماشین‌های تولیدشان تا سال 2005 را منع و سبب را حفظ محیط زیست گفته بود. به تاجیکستان واسطه‌های نقلیات دست دوم وارد کرده میشوند که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین‌های نو پست است. در دیگر کشورها برعکس. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.